امریکای متحده ایالاتو او هند ترمنځ پر پوځي اړیکو او د افغانستان پر حالات خبرې اترې وکړې. د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په شمول په بېلابېلو مسالو خبرې وکړې. هند په افغانستان کې تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا کلک ملاتړی دی او په تېرو کلونو کې څه باندې $2 میلیارډ په افغانستان کې دوی همکاري کړې او دغه پیسې لګولې. دا چې واقعا تر کومه ځایه پورې په اوسنیو شرایطو کې هندوستان هېواد کولی شي دلته په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې شتون لري د هغې ستونزو د رفع کولو لپاره او هماغه اړیکې چې په تېرو کلونو کې افغانستان د هندوستان سره درلودلې دي کولی شي دلته د ستونزو لرې کېدو لپاره کار وکړي. او هغه اساسیتونه چې همیشه کله چې هند او افغانستان سره نږدې شوي دي پاکستان هېواد اساسیتونه رامنځته شوي. په اوس کې هم هند پاکستان چې کله د پاکستاني نظامیانو ویلي چې په افغانستان باندې پوځي عملیات وکړي په هغه صورت کې تر څو چې زموږ غوښتنې ونه منل شي. یوه غوښتنه دوی دغه وه چې په افغانستان په 14 ولایتونو کې ولې هندوستان 14 قونسلګرۍ لري او دغه موږ سره دوی وایي چې د پوښتنې وړ موضوع ده. په ټوله کې د موضوعات په اړه باندې بحث لرو چې ما سره په استودیو کې د کابل پوهنتون استاد سید مسعود صاحب د ما سره خپرونه کې دی. ډېره زیاته مننه کوم استاد په خیر راغلی استودیو ته. کله چې استاد خپله د امریکا دفاع وزیر له هندي چارواکو سره په هندوستان کې د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړې. اول که راشو واقعا تر کومه ځایه پورې افغانستان هندوستان ته څومره د اهمیت وړ هېواد ګڼل کېږي او څومره غواړي چې د ښو اړیکو درلودو په خاطر باندې د افغانستان سره لکه په تېرو 11 کلونو کې چې 2 میلیارډ په شاوخوا کې مرستې کړي په راتلونکي کې هم همکار اوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر از دل ما و همچنان سلام بر تمام مردم افغانستان. خدمت شما شود که عمدتاً افغانستان در استراتژی خارجی از امتدادی آمریکا و هندوستان یک جایگاه خاص خودش داره و جانب دیگه هند برای ما یک دوست ننوی شمرده میشه. به این معنا که صرف نظر از یک نظام که عبارت از امارت اسلامی افغانستان بود که طلبا بودن، باقی مانده با تمامی نظام‌های افغانستان یک رابطه بسیار نزدیک را این اختیار میکنه با اون به اساس اونمو تعریف‌های مشخصی که هندوستان به اساس منافع ملیش و در استراتژی منطقویش داره و افغانستان هم من یک کشوری که بتونه در حقیقت بازدارندگی کنه از نیروی پاکستان در آسیای میانه در حقیقت تقویه میکنه. از این لحاظ است که هندوستان بزرگترین کشور بعد از امتدادی آمریکا و بانک جهانی و غیره در سیومین جایگاه سیومین خود قرار دارد برای بازسازی افغانستان و با وجود خودش مشکلات خود دارد در حساب درونی خودش، ولی کارهای خود انجام میده و به خصوص هند، ایران و افغانستان که با پیمانهایی که امضا میکنن ایجاد راههای بندری الटरनेटिव یا وزیر برای کراچی تلاش کردن چابهار ایجاد بکنن. سرمایه گذاری هندوستان در حقیقت با رقابتی که برای چین داره در افغانستان برای ما بسیار مهم است. ولی متوجه باشیم که سفر آقای وزیر دفاع از امتدادی آمریکا به هندوستان با وجودی که من فکر میکنم که گپ های دیگه موجود داره ولی عمدتاً افغانستان هم جزئی از حرفایشان است. هندوستان جزء از سازمان بریکس است و شما میفهمید که بریکس در روزها نوی حرکات بسیار سریع انجام میده. ایجاد بانک بریکس با $100 میلیارد، موجودیت روسیه، چین، هند و برزیل و آفریقای جنوبی در بریکس، موجودیت همه کشورها با همسایه ما که همسایگی ما که در حقیقت امتیاز کلان ما را برای ما به دست میاره، نوع عدم سرشور دادن اطاعتی از جانب روسیه بر از امتدادی آمریکا و نوع پرخارجگری روسیه و فقط درست پیش پروازهای طیاره بمباردمان که طیاراتی که حمل میتونه بمب‌های اتمی را در سایبریا و در آلاسکا، مسئله اوکراین و مسئله سوریه و غیره و در پالوش هم مسئله تروریسم جزئی اساسی حرفایی است که حرکات آمریکا را در هندوستان ایجاد میکنه و هندوستان فعلا یک شریک استراتژیکی از امتدادی آمریکا است. شما می‌فهمید که هند با داشتن یک پالیسی بسیار مدرن و خوب و یک نمونه دموکراسی دنیا که شما دیدین که در انتخابات 800 میلیون نفر شرکت کرده بود، بسیار جالب است، نیم از زنها بودن و با یک رابطه بسیار نزدیکی که همراه روس‌ها دارد در بریکس و یک رابطه نزدیکی که همراه آمریکا دارد با بعد از امضا کردن مایده استراتژیک که همراه از امتدادی آمریکا امضا میکنه، در حقیقت حرکات بسیار جالب انجام میده و یک نیروی بازدارنده چینی‌ها برای از امتدادی
آمریکا هند شمرده میشه. با وجودی که هند اختلافات بسیار کلانی همراه پاکستانی‌ها داره و پاکستان هم در حقیقت دنبال روی مظلوم اتحادیه آمریکا است، ولی آمریکا هند تشخیص میکنه، هندی که یک اندو است و کسی چیزی نداره، با 4 ستلایتش، با 4 اقمار که عبارت از بنگلادش و بوتان و سریلانکا و نیپال باشه که به رسمیت شناخته شده از جانب مظلوم اتحادیه آمریکا در خفا، یعنی در اونجا در حقیقت حرفای هندوستان قابل پذیرش است و به رسمیت شناخته شده در حقیقت قدرت هندوستان در جنوب و در خصوص افغانستان که میتونه که بسیار بسیار برای مفید باشه. سفر وزیر خارجه از اتحادیه آمریکا را مقدور ساخت تا اونجا بره و همیشه برن و در حقیقت اونا تبادل نظر بکنن. من فکر میکنم که بسیار من فکر میکنم که مسئله کشمیر، مسئله آریانا، ایالات ایرانوی هندوستان، مسئله بحث مسائل دیگه که روسا درون هندوستان هستند، مسئله پاکستان، مانو داره که هند بسیار بسیار اساس میسازد در قسمت فاندامنتالیسم تروریسم، با وجودی که من فاندامنتالیسم تروریسم تا تعریفش که کسای دیگه انجام میده با اون تعریف موافق نیستم. ما شاید بگویم که شورشان هندوستان، شاید بگویم که شورشان افغانستان، اینطور میشه آدم مجبوره، ولی فاندامنتالیست اکستریمیست باشه موافق نیستم که چنین ترمینولوژی باید استفاده شود. ولی هندوستان از این رنج میبره، مثل که چین از این رنج میبره، مثل که آمریکا رنج میبره، مثل که روسیه رنج میبره. ما داره که هدفهای مشترک آمریکا و هندوستان در افغانستان باعث شده که نوی نزدیکی زیاد هند با آمریکا ایجاد بکنه و در حقیقت آمریکایی‌ها بعد از بیانی که آقای اوباما انجام داد، یکیش هندوستان بود که تلاش میکرد که هندی‌ها رو تشویق کنه در افغانستان بیاین، مانند چینایی‌ها، و یک بار کلانی که بالای شانه‌های آمریکا به خاطر بازسازی افغانستان بود آرام آرام کاهش بدرش. اوس همیشه به کله چې امریکا د افغانستان په اړه باندې کوم خبرې اترې به د پاکستان سره د خبرې اترې کولې او د پاکستان به اولیت حق پاکستان سره و چې د افغانستان په اړه خپل نظر ورکړي، خو نن امریکا د هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا تر کومه ځایه پورې یو ډول فشار کېدای شي پاکستان باندې چې یعنی که چیرته پاکستان هغه خپلو کړنو کې بدلون رانولي، دوی ډېر ښه بدیل لري د افغانستان لپاره چې هغه هندوستان هېواد یې کولی شي په تېرو کلونو کې هم دوی ښودلی چې ښه عضمانیت او د همکارۍ له پلوه هم د افغانستان سره ډېر نږدې پاتې شوی. ما فکر میکنم که نباید ما اونقدر احساساتی شویم و فکر کنیم که نزدیکی آمریکا با هندوستان معنی فراموش شدن پاکستان جانب آمریکا است. به این معنی که پاکستان جایگاه خودش داره. ما موافق با حرفای آقای گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان هستم که میگفت که ما موقعیت استراتژیکی خود ما میفهمیم که ما چی میکنیم و بدون ما هم در افغانستان نمیشه که آنچنان کسایی که بخوای که هدفش برسه به هدف برسن. این درست است. برای اینکه شما میفهمید که در سطح بین المللی پاکستان جزء کامنولت است، مانند که هندوستان جزء کامنولت است و سپورتر بسیار کلان پاکستانی‌ها انگلیس هاست که هیچگاه عضو اتحادیه آمریکا علاقمندی به این نداره که در این دو تا متحد تا اندازه بینشان کدام حرفی به وجود بیاید. از این لحاظ پاکستانی‌ها جای خود دارن، ولی در سطح امروزی که است این وجود داره که عمدتاً هندی‌ها هیچ علاقمندی نداره که در افغانستان حکومت ایجاد شود. برای اینکه بسیار نقطه اساس سفر صورت میگیره، هیچ حکومت ایجاد شود که در حقیقت همش 100% طرفدار پاکستان باشه و هندوستان در سیاست افغانستان فراموش شود. از این لحاظ برای اینکه هندی‌ها من فکر کنم نه 2 میلیارد دلار که هندی‌ها در قصد سرمایه‌گذاری کردن برای بازسازی ما، شاید 10 میلیارد دلار دیگه که سرمایه‌گذاری کرده. این ما یقینی کامل دارم در خفا حرکت میکنه، به خصوص در استخبارات پاکستان به منظور افشا کردن حرکات پاکستانی در افغانستان هندی بسیار فعال است. از این فکر میکنم که حرکات استخباراتی هندی بسیار بسیار فعال است در افغانستان و یکی از ثبات نسبی هم که ایجاد میکنه همکاری بسیار نزدیکش با دولت افغانستان و افشا کردن بسیار گپاست که هندی‌ها چین کار را انجام میدن. از این فکر میکنم که و در پالیش هم نباید احساساتی شیم زیاد. هند در حقیقت همه چیز فکر کنیم مثلا چین و غیره، همه را باید به صورت نسبی بحث بکنیم. شما میبینید که نزدیکی بیش از حد هندوستان شما را در حقیقت انگیزه میده برای یک حرکت بسیار بد پاکستان. من فکر میکنم که امروز وقتش است که افغان‌ها یک سیاست متوازن خارجی را در پیش بگیرن. این سیاست متوازنی است که رقابت چین
و هند، رقابت چین و پاکستان، رقابت آمریکا و ایران، رقابت روسیه و آمریکا، در صورتی که مدیریت درست شد در افغانستان شما در 5 سال از یک کشور عقب مانده که حالا در دوم هستین، شاید شما در کشور عقب مانده، شاید در رده های بینی کشورهای اروپا انکشاف شما را تبدیل بکنه. مثل شما مثال جالب داریم، ببینید که چین در عینک میه، هند میره در جیگک. چین میره در شمال به خاطر گاز، به خاطر نفت، هند میره بر بند سلما به خاطر ایجاد شکل انرژی و خاطر آب. متوجه هستین؟ چین میره مثلا در پوانتون کابل مثلا دستگاه چینایی و غیره جور میکنه، هندیا میان در سطح شفاخانه را شما ایجاد میکنه. ما داره که اگر رقابت ما کمی تجدید بکنیم، یک مدیریت سالم انجام بدیم و حتی پاکستانی ها هم چنین. شما ببینید در پوانتون کابل شما یک تعمیر بسیار خوب پاکستانی با شما جور کرده. امروز در پوانتون تعمیر بسیار خوب فاکولته انجینری مزار شریف پاکستانی ها ساخته. پاکستانی ها میگن ما یک خط ریل جور میکنیم از ترخم الی جلال‌آباد میاریم یا کابل میاریم. این در حقیقت نوع رقابت های سالم است توسط مدیریت انجام شده. اگر ما همین مدیریت سالمه در حقیقت کلان بسازیم و کار انجام بدیم میتونیم چیز انجام بدیم. متوجه باشین که همیشه ما تا در یک حد استقلالی نرسیم ما نمیتونیم که در حقیقت دروازه ها را بند کنیم. دروازه پاکستان شما یک متوجه باشین که شما یک جبر دارین که در پلی پاکستان وجود داره و این در حقیقت موقعیت جغرافیایی شماست. این جبر است. شما نمیشه که توسط بولدوزر بیارین شما پاکستان احوار بکنین، هیچگاه نمیتونین. ولی شما میتونین با تقویت اقتصادتون، با تقویت ظرفیت‌هایتون، با تقویت دانشتون، با در حقیقت وسط بخشیدن روابط بین‌المللی خودتون و ایجاد دوستان بین‌المللی که اعتماد بالا شما کردن و اعتماد از نگاه کردن اعتماد دوستا، شما میتونین طرف مقابله برشالی کنین که دیگه چنین کار انجام دادن نمیتونید مقابل ما. په دیار لاس کلونو کې ولې افغان حکومت دعوانات وړاندې یعنی د مدیریت ضعف و د ظرفیت نشتون او کنه نور موضوعات. یک چیز خوب بالا که در آخر رسیدیم، نمیخوام که حرفای یک سال پیش خود بزنم بگم که اینا فاقد مدیریت بودن. تو نیست. شما 2001 شما ببینید وقتی که 2001 این دولت آمد همه چیز ویران بوده. شما سیاست خارجی نداشتین، شما یک سفارت هم نداشتین، شما وزارت نداشتین، سرک نداشتین، شفاخانه نداشتین، چیز نداشتین. شما نظام اینجا برای تلفن کردن از میرسین تا پشاور، از پشاور برای انگلستان تلفن میکنین دوباره پس میمدیم. ولی باید ما چنین کار را انجام میدادیم. از این لحاظ تا 2 سالهای 2005 2006 ما یک سیاست متوازن منطقه‌ای بین‌المللی به کار بردیم که یکی از بهترین سیاست‌های بوده که من فکر میکنم، یکی از بهترین سیاست‌ها. به این معنی که شما می‌دیدین که خارجی‌ها یا وقت خارجی میگم من در حقیقت نیروی بین‌المللی میگم آمریکا و ناتو بسیار صادقانه شما را کمک میکرد. دولت بسیار سرسختانه کار میکردن و همسایه‌ها مداخله نمیکردن. این بسیار جالب بود. یعنی مداخله ایران، پاکستان، روسیه و غیره شما اصلا در افغانستان احساس نمیکنید، بود احساس نمیکنید. صحیح هند زیاد کار میکرد ولی بعد از او ما در حقیقت چرخش انجام دادیم، چرخشی که از افغانستان رفت به سوی عراق، چرخشی که ما فکر کردیم و متاسفانه یک چی میگن یک مرض ذهنی رو پیدا کردیم و ذهناً مریض شدیم. فکر کردیم که دموکراسی نهادینه شد در افغانستان، دیگه اپوزیسیون مسلح افغانستان هم دیگه لا شد، از بین رفت، دیگه کسی مخالفت با ما نمیکنه و شروع کردیم به یکتازی بودن. در حقیقت نوع مدیریت جمیل به مدیریت یکایی تبدیل کرد و آرام آرام رفت که ما آنچنان شدیم که روابط بین‌المللی خود با وجودی که میفهمیدیم که تا اندازه خراب است ولی روابط خود که یک پرده سیاه کشیدیم و بزرگترین متحد شما در حقیقت شما را نفی کرد. از این لحاظ ما فکر میکنم که و نفهمیدیم یک ایران که پاکستانی‌ها دیر زمان است که نوع نوکرمنشانه برای غرب کار میکنن و البته نوکرمنشانه برای غرب کار میکنن بسیار هوشیار هستن. همین نوکرمنشانه وقتی ما میگم که خود درد افغان است که دیگه پارا میزنه ولی یک چیز معتقد شدیم که این پاکستانی‌ها سیاستمدار بسیار قوی دارن. ببینید که در زمان معینش یک موری خود پیش میکنن. در این زمان نواز شریف پیش کردن. نواز شریف هیچگاه آدم نظامی نیست که حرکت خود انجام بده. این میگم من کارهای اقتصادی انجام میدم و ما آسیای میانه را برای تولیدات بازار تولیدات پاکستانی باز میکنیم. یک کلانم ما رقابت میکنیم برای پاکستانی‌ها و غیره. یا مثلا ایندی‌ها در این زمانی که بسیار به اساس است مودی میاره و این مودی با وجودی که متعصب بسیار کلان است نزدیکی خودم به پاکستانی اعلام میکنه و پاکستان ریلکس میکنه. این در حقیقت حرکت‌های هوشیارانه سیاسی متاسفانه که ما حرکت‌های سیاسی داشتیم ولی در بعض موارد یا تا تعداد زیاد موارد ما هوشیاری سیاسی خود در درون از دست میدادیم و فکر میکنیم که آل ما نازدانه غرب و نازدانه آمریکا هستیم
و هیچ کسی با ما کسی کار نمیتونه. لذا نه حرکت‌های دشمنانه را که مطابق با شاید داده های تعداد آدم بوده باشه ما اتخاذ کردیم و پاکستان دشمن. من فکر میکنم که حرکت سیاسی تو خوب است که دشمن بپنداری ولی هیچ به زبان نگو که دشمن هستن. مثل پاکستانی هم میگن افغانا دوست ماست، ما میخوایم به خاطر ثباتشون بکشیم، ما در این کمک میکنیم، به خاطر میفهمم که هر چیز صادر میکنن بر ما علاوه طلا صادر میکنن، آدمای دیگه هم صادر میکنن تا انتحار کنن، یا مثلا ایرانی‌ها یا روس‌ها یا چینی‌ها یا هندی‌ها. از این فکر میکنم که دولت افغانستان کاسی خود داشته و در پالوش هم خارجی ها هم کاسی های به خاطر رهبری خودم داشتن از خود نتونستن. دوستان که دراتون که لپاره پلان د ورساس نظر واخلم دراتون که لپاره واخلم څومره خوشبینه یاست چې افغان حکومت راتونکو حکومت وتوانیږي یو داس درست مدیریت رامنځته کړي چې همدغه کوم شرایط یا دغه شرایط چې دوی ته مساعد کیږي یا د زمینه ورته مساعد کیږي دغه هیوادونه په درست ډول سره دوی داس یو رقابت ته وهڅوي لکه څنګه چې مخکې تاسو د بیلګې په ډول سره مثال ورکړو د چین او د هندوستان بیلګې تاسو یادې کړې دغه څه ډول مدیریت اړتیا لري او دغه اوسنی ټیم د ملي وحدت حکومت چې رامنځته کیږي په دغه کې دغه ظرفیت تاسو وینئ؟ من فکر میکنم تا اندازه خوشبین هستم برای آینده، برای اینکه اگر بدبین باشیم در حقیقت غیر فنا کدام چیزی دیگر نداریم. از این من فکر میکنم که ما در موقف 2001 و 2003 و 2004 دیگه نیستیم که بسیار موقف بد بود و ما جبران هر چیزی میپذیرفتیم. شما همیشه نیمبند چیزایی دارین، یک دموکراسی نیمبند، یک آزادی بیان نیمبند، یک رسانه ها با وجودی که زنجیر پیچ است، یک پانتون ها چیزها، یعنی ما دیگه چیز نیستیم. وقتی من همیشه عقب خود دیدم با عکس نگاه کردم به تصویر، فوراً یک تصویر کابل 10 سال پیش به یادم آمد که وقتی تو که تصویر نشان میدن کابل کاملا یک شهر با ایران ولی میبینین که یک شهر دیگه است. شما یک شهر دارین، شهرها دارین از این بعد. از این فکر میکنم که برنامه اقتصادی را دو دیدیم و برنامه سیاسی شون و تجربه خود اینا دارن. در پالوش هم اشتباهات نباید تکرار شود. غرب میفهمه که اشتباهات تکرار دیگه نکنه. یک تکرار اشتباه دومی در افغانستان باعث فنای افغانستان تبدیل افغانستان بس به رقم عراق خواهد شد. تذکر مودان سلامت نکنه. نکوم اوس هم یوه لنډه وقفه لرو له وقفې وروسته که چېرته وخت و د ورځپاڼو مهم مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هغه چوخې چې ورته ثبوت د دواړه نه کوي تاسو یې نه کوئ